با درود با یکی شما بینندگان عزیز، چون همیشه در صبح بر وقت شما عزیزان رو به تماشای نوید بمدودی دعوت میکنیم که خبرهای تاجیکستان و جهان رو به سهم شما میرساند. در پراگ همین حالا ساعت رسو 7 است و در آغاز از وضع باد و هوا میگیم. در پراگ برای امروز هوای بارانی پیش بینی شده است. انتظار می رود که گرمی 12 درجه را تشکیل بدهد. در مسکو هوای ابری و تا 20 درجه گرمی در نظر است. در دوشنبه نیز هوا ابری و حرارت به 26 درجه می رسد. یکی اظهارات حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان به جای روشنی انداختن درباره سوزش تاجیکستان و چین بر سر کون نقره یک جلوه مرغاب برعکس رقم‌های تضادآمیزی را بیشتر کرده است. اظهارات روز 2 اکتبر در جواب به واکنش‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. بسیاری از آنکه تاجیکستان چند کون طلا و نقره را پای هم در اختیار شرکت‌های چینی می‌گذارد تنقید کردند. در جلسه روز 1 اکتبر در پارلمان تاجیکستان گفته شد که کون یک جلوه برای 7 سال در اختیار شرکت چینی گذاشته شده است. در واکنش مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان می‌خوانیم کون یک جلوه با مهلت 20 سال برای استفاده به شریکان چینی داده شد و در صورت راضیگی طرف‌ها شرطنامه باز ادامه خواهد یافت. در پارلمان همچنین ذخیره این کون 113 تن نقره گفته شد، ولی حکومت بدخشان میگوید ذخیره این کون به 415 تن میرسد. معلوم نیست این رقم از کجا به دست آمدند و چرا گوناگونند. مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 2 اکتبر گفتند این یگان فروش یا به کسی دیگر دادن بویگری طبیعی و پرداخت یگان نمود قرض نبوده روند معمولی کار در باره جلب سرمایه خارجی می باشد. حکومت بدخشان همزمان میگوید روی یگانه رشد اقتصادی ولایت ترقی دادن صنعت کوهی در این منطقه کوهستانی است، اما چون سرمایه های داخلی برای بکار انداختن چنین کانها کافی نیست، باید سرمایه های خارجی جلب شوند. حالا شرکت های چینی استخراج اکثر کانهای طلای تاجیکستان را در دست دارند. بجز از شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان، چینی ها کان طلای پاکرود در امید و شرکت طبیعی این کشور برای وضع ساختمان مرکزی برق و گرمیدهی دوشنبه پروانه 2 کان طلا در نویه عینی دوبه شرقی و کومرغ بالا را به دست آورد. دادگاه نویه اسماعیل سومونی شهر دوشنبه بعد از محاکمه دیگر باره پرونده کبیر کبیرов پسری عوض کبیرov مالک بازار سلطانی کبیر حکم او را تغییر داد و 10 سال زندانی کرد. او دوره جزای خود را در زندان نظامش عمومی سپری خواهد کرد. کبیرov ماه ایول امسال 8.5 سال از آزادی محروم شده بود، ولی دعواگران حکم او را سبک دانسته به بررسی دوباره پرونده پایفشاری کردند. حکم نوی دادگاه روز 2 اکتبر صادر شد. کبیرov در ماه مارت امسال در خیابان مرکزی دوشنبه با خودروی تمغه لکسوس به صدمه دچار گشت و در این حادثه 2 نفر از همراهانش سید جعفر سعید و نگزاد صحابالدین زاده که هر دو 19 ساله بودند جان باختند. طرف دعواگر ادعا داشت که کبیرov در لحظه راندن ماشین سرخوش بود و به همین دلیل باید جزای سخت‌تر بگیرد. این مسئله در مرافعه روز 30 سپتامبر نیز در دادگاه نویه اسماعیل سومونی پایتخت بررسی شده بود. میجگانه محسیدین و مادر یکی از قربانیان صدمه گفت از حکم دادگاه راضی است. وی افزود هرچند حالت مستی کبیرov در مرافعه اثبات نشد، نمایشی چندی از نوارهای ویدیویی در مرافعه باعث گردید که حکم تغییر یابد. به قول او یکی از نوارها از مرکز شهر بخطر دسترس شده بود و در آن دیده می شود که کبیرov ماشین را با سرعت خیلی بلند رانده به چراغک راه اطاعت نمی کند. نزدیکان کبیرov نخواستند درباره حکم صحبت کنند. صدمه مرگبار در مرکز دوشنبه و نه چندان دور از مجسمه اسماعیل سومونی در دل شهر رخ داده است. کبیرov 19 ساله دانشجوی سال 1 فاکولته مناسبت‌های بین‌المللی دانشگاه ملی تاجیکستان بود. ضمناً در تاجیکستان هر سال صدها نفر در صدمه‌های نقلیاتی جان می‌دهند و هزاران نفر دیگر زخمی و معیوب می‌شوند. دپارتمنت دولتی امریکا درباره آغاز ثبت نام‌ها برای اشتراک در برنامه گرین کارت در سال 2021 خبر داد. چنین امکانیت از 2 اکتبر سال 2019 شروع شده تا 5 نوامبر سال 2019 دوام خواهد یافت. از داوطلبانی که خواهش ثبت نام را دارند خواسته شده است که ثبت نام را تا هفته آخرین موقوف نگذارند، زیرا بنابر زیاد بودن خواهشمندان امکان دارد که سامانه با مشکلات مواجه شود. هر سال حکومت
حکومت آمریکا 50,000 گرین کارت را برای ساکنان سراسر جهان پیشکش میکند و انتخاب برنده آن از روی لاتاری اینترنتی صورت میگیرد. داوطلبان شرکت در این لاتاری از تاجیکستان هم سال به 10,000 نفر میرسد. سفارت این کشور میگوید در سالهای 2014 2018 بیش از 115,000 شهروند تاجیکستان برای شرکت در این لاتاری عریضه داده، از این شمار 3,000 نفر انتخاب شدند. حق اقامت در آمریکا، شانس زندگی قانونی در این کشور، امکان کار و تحصیل و دریافت شهروندی این دولت را فراهم می‌آورد. کورت ولکر، سابق فرستاده آمریکا در اوکراین، اولین منصبدار دپارتمنت دولتی خواهد بود که در نزد 3 گروه کاری کنگرس اثنای تحقیق ایمپیچمنت دونالد ترامپ پاسخ می‌دهد. تخمین می‌شود که 3 اکتبر ولکر داوطلبانه در نزد 3 کمیته مجلس نمایندگان کنگرس سوال و جواب می‌کند که آیا واقعاً دونالد ترامپ با درخواست تحقیق عملکردهای رقیب دموکراتش در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 سابق نایب پرزیدنت آمریکا جو بایدن به سوء استفاده از مقام راه داده است یا نه. اتهام این است که در یک صحبت تلفنی 25 ایول پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی طلب کرده است که شرکتی که در آن پسر بایدن هانتر کار میکند مورد تحقیق قرار بگیرد. هانتر بایدن از سال 2014 تا ماه اپریل سال روان عضو شورای آن شرکت بوده است. آوازخوان مشهور چخ کارل گوت دیروز در سن 80 سالگی وفات کرد. کارل گوت از سالهای 60 به این طرف در صحنه بین المللی مشهور شده، در سراسر دنیا 5 میلیون آلبومش به فروش رفته است. یک هفته پیش گوت اعلان کرده بود که از لیکمی اذیت میکشد و به زودی بستری خواهد شد. گوت از روی کسبش مهندسی برق است، ولی در سالهای 50 به آوازخوانی در طربخانه ها شروع کرده بود. سپس کنسرواتوریای شهر پراگ را ختم کرد. سال 1963 به کار در تئاتر سیمافوری پراگ و آوازخوانی کسب پرداخت. از همان سال او با جایزه بلبل طلایی سزاوار دانسته شد و یگانه هنرمند چخ برابر او شماره زیادی این جایزه ها را دسترس نکرده است و او در این جایزه ها گرفتنش یگانه نفر بوده است. در سالهای بعدی بهاری پراگ، یعنی سالهای 68 به این طرف، وقتی رژیم کمونیستی به جنبش دموکراتی خواهی مردم ضربه زد، گوت با کمونیست همراه شد. جنبش دموکراتی خواهی را تنقید کرد، ولی باز هم آهنگای خوب و دلنشینی که او اجرا میکرد او را در مقام شوی موسیقی پاپ چخ نگه داشت. کمیته انداز اسم 10 مالیات سپاری بهترین سال را اعلان کرد که به گفته آن صافدلانه انداز خود را سپردند. اما کارشناسان و صاحبکاران میگویند هرچند این یک روی هوسمندگردانی است، کامیابی حقیقی ساحه انداز به بهتر کردن نظام آن ضمن یک اصلاحات بنیادی بستگی دارد. اسم 10 انداز سپارنده بهترین روز 2 اکتبر تا یک مراسم در شهر دوشنبه صدا داد. در این گروه نام 4 کارخانه دولتی، سمنت توجیک، امانت بانک، مکتب بین المللی پرزیدنتی و توجیک ایرون ناویگاسیا ذکر شده است. نیروگوی سنگتوده، یک شرکت‌های میگافون تاجیکستان و آمریکا، کارخانه مشترک انزاب، خلیق بانک تاجیکستان، میگاپولیس تاجیکستان و بهداشتی نیز به باور کمیته انداز از مالیات سپاران بهترین سال میباشند. دفتر مطبوعاتی کمیته انداز میگوید این شرکت‌ها قانونگذاری انداز را صافدلانه اجرا مینمایند و در رشد اقتصادیات سهم ارزنده گذاشتند. یک نگاه به رویخط به گفته مقامات انداز سپارنده‌های بهترین نشان میدهد که اکثر آنها کارخانه‌های بزرگ نیستند و برخی هم برای نقض قانون انداز در گذشته جریمه شدند. از جمله 3 سال پیش شرکت میگافون از سوی کمیته انداز 155 میلیون سومانی جریمه شده بود. یا نیروگوی سنگتوده 4 سال قبل یکی از قرضداران کلان کمیته انداز به حساب میرفت. به نظر میرسد جریمه ها تاثیر بخش بودند. برخی تحلیلگران اقدام اعلان بهترین و بدترین انداز سپارنده ها را نادرست و نمایشی خوانده میگویند بهتر از کمیته انداز به فکر اصلاحی وضع باشد. ولی مسئولان کمیته انداز میگویند اعلان بهترین ها یک روی هوسمندگردانی است. نظام انداز تاجیکستان بارها از سوی سازمان‌های مالی جهانی انتقاد و ناعادلانه نامیده شده است. کارشناسان بانک جهانی میگن بعضی نوع‌های انداز از جمله انداز از استفاده برندگان را عادلانه نیستند. مقامات نه همه این انتقادها را قبول دارند و اما میگن در پی اصلاح وضع میباشند. با درخواست آنها برای اصلاح قانون انداز صدها پیشنهاد گردآوری شده است.
گروهی از جوانان تاجیکستان و قرقیزستان برای حل مسئولیت‌آمیز درگیری‌های مرزی اقداماتی را روی دست گرفتند. منطقه‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان سری هر چند وقت شاهد تنش‌هایی است که در بسیاری از موردها باعث به کشته و زخمی گردن ساکنان و مرزبانان دو طرف می‌شود. برگزار کنندگان هدف از این اقدام را نزدیک کردن ساکنان دو کشور برای کاهش تنش‌ها در منطقه می‌گویند. این چاره‌بینی‌ها به طور عمده در منطقه‌های مرکزی و دور از محل درگیری‌های مرکزی گذشته برگزار می‌شود. زیرا طبق گفته برگزار کنندگان در این جای‌ها به دلیل دوری از منطقه‌های پرتنش مرزی ساکنان محلی بیشتر تحت تاثیر آوازه‌ها و معلومات نادرست قرار می‌گیرند. برگزار کنندگان می‌گویند در دوره این چاره‌بینی‌ها در جلال‌آباد و خوجند، بیشکک، پنجکند، اوش، کنیبادان، بادکند، اسفره، لیلک و دیگر شهران و نویه‌ها جوانان چاره‌بینی‌های خیابانی و مسابقه‌های ورزشی برگزار می‌کنند. در مورد صلح بحث می‌نمایند، آزمون نقاشی بهترین را دایر می‌کنند و همزمان کوچه و خیابان‌ها را از پرتاب‌ها پاک می‌کنند. این اکسیه از آخر ماه سپتامبر آغاز یافته و تا نیمه ماه اکتبر ادامه می‌کند و باید گفت که این طرح با پشتیبانی سازمان مشارکت جهانی پیشگیری از درگیری‌های مسلحانه توسط سازمان‌های جمعیتی در تاجیکستان و قرقیزستان که در زیر چتر شبکه وادی صلح متحد هستند عملی می‌شود. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت از قرب اسعار خارجی برای امروز یادآوری می‌کنیم که از طرف بانک ملی به طور ذیل تعیین شده است $1.969 درهم، 1 یورو برابر است به 10.59 درهم و 1000 روبل روسی 148 و 10 درهم ارزش دارد. این چند خبری بود که من برای شما گفتم. خبرهای بیشتر از این البته در پیش است در دوام روز و فکر میکنم ما رو در صحبت‌های بعدی نیز همراه خواهید بود. روز خوب داشته باشید.